انتخاب درست بارگاه علم و معرفت کفیل آینده نیک و با سعادت. انتخاب من دانشگاه ملی تاجیکستان. سلام بینندگان گرامی، اینک برنامه نوبتی را دایر به معرفی اختصاصهای دانشگاه ملی تاجیکستان ادامه میدیم. در صحبت نوبتی ما اشتراک دارند مدیر کافدری کار بانکی فاکولته مالیوی و اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان نامزد علم‌های اقتصادی دوسنت غیرت غیورов. نخست ما شما را به برنامه خیر مقدم میگوییم. تشکر زی. و طوری از فرمت برنامه ما شما آگاهی دارید. ما نخست میخواستیم شما ان همین اختصاص‌های در فاکولته مالیوی و اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان عمل کننده را به طور مختصر برای بینندگان و داوطلبان ما شرح دید. تشکر زیاد استاد عزیز. فاکولته مالیوی اقتصادی یکی از فاکولته‌های بزرگترین اقتصادی در مقیاس کشور میان دانشگاه‌های عالی به حساب می‌رود که در آن از روی 10 اختصاص در شعبه روزانه و 7 اختصاص در شعبه فاصلوی متخصصان آماده کرده میشن. و اینجا پیش از همه ما برای پیشرفت علم‌های بنیادی اقتصادی، برای تشکل اقتصاد ملی، برای پیشرفت نظام مالی کشور متخصصان را آماده میکنیم و اختصاصایی که در فاکولته ما از روی آنها تدریس میشوند، از روی آنها ما متخصصان را آماده میکنیم. امروز در بازار مهنتی کشور بسیار سرطلب هستند و پیش از همه در ساحه مالیه و قرض، در ساحه بانکداری، در ساحه اقتصادیات جهانی، در ساحه اداره کنی، اینوستیسی‌های خارجی، در ساحه انداز و اندازبندی، در ساحه فعالیت گمرکی، در ساحه اقتصاد و اداره سیاحی ما متخصصان را آماده میکنیم و ناگفته نماند که اختصاصایی که در فاکولته مالیوی اقتصادی هستند وجود دارند هم در شعبه روزانه و هم در شعبه فاصلوی متخصصان را میتونن که با تدریس و فرا گرفته باشند. اینچنین در زمینه ماجستراتورا، در زمینه دکتر پی اچ دی، در زمینه عنوانجویی، همچون عنوانجویی که نفرانی که میخوان در آینده با کارهای علمی تحقیقاتی مشغول شوند آنها را نیز قبول میکنیم و پیش از همه وابسته به طلبات زمان معاصر، وابسته به رشد اقتصادی معاصر ما اختصاصایی را در فاکولته راه اندازی کردیم که آنها برای خواجگی خلق مملکت ضرورند، مخصوصا اختصاص مالیه و قرض که دانشجویان این اختصاص میتونند که در آینده در تمام بلاک‌های اقتصادی کشور، در وزارت رشد اقتصاد و سودا، در وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان، در تمام ریاست‌های مالیه شهرک‌ها، شهر و دهات کار و فعالیت کنند. دیگر اختصاص باشد این اختصاص کاری بانکی است که در سراسر جمهوری امروز تمام تشکیلات قرضی ارزی هستی دارند و آنها با متخصصان درجه دارای کسبیتی بلند نیازمند هستند و ما در کافدره کاری بانکی متخصصان را وابسته به فعالیت بانکداری، وابسته به رشد بازار بانکی، وابسته به تقویت خدمات رسانه‌های بانکی آماده میکنیم که این هم برای رشد بازار مالیه، هم برای پیشرفت نظام بانکی فکر میکنم که در آینده این متخصصان زمینه خوب را فراهم می‌کنند. دیگر اختصاص باشد این فعالیت گمرکی است که در فاکولته مالیوی اقتصادی تأسیس داده شده است و متخصصان میتونن که در خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت کنند، میتونن که در گذرگاه‌های گمرکی فعالیت داشته باشند و عموما در نظام اقتصادی میتونن که کار و فعالیت کنند. اختصاص دیگری که در فاکولته ما هست این اختصاص انداز و اندازبندی می باشد که دانشجویان بعد از ختم این اختصاص میتونن در کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در مقامات اندازی منطقه ها، ناحیه، ولایت و شهرک ها کار و فعالیت کنند و یعنی برای غنی گرداندن بودجه دولتی، برای تحکیم بخشیدن فعالیت مقامات اندازی نقش خود را گذارند. اختصاص دیگر این اختصاص اقتصادیات جهانی می باشد که ختم کنندگان این اختصاص میتونن در وزارت کارهای خارجی، در وزارت رشد اقتصاد و سودا، در وزارت مالیه، در دستگاه اجرایی، کمیته اداره اموال دولتی و سرمایه‌گذاری
میتونن کار و فعالیت کنند و باید قید کرد که در این اختصاصایی که نام بر کردیم تحصیل با 3 زبان است، هم زبان تاجیکی، هم زبان روسی و هم زبان انگلیسی. و یکی از اختصاصهای فاکولته مالیوی اقتصادی، اختصاص مالیه و قرض از اکریدیتاسیون بین‌المللی گذشته است که علاوه موافق این اکریدیتاسیون ما میتونیم که دانشجویان خارجی را جلب کنیم و آنها را در فاکولته مالیوی اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان به تدریس فرا گیریم. و اختصاصی دیگری که امروز برای جمهوری تاجیکستان به نهایت ضرور است و مخصوصا این زمان که رشد هنرهای مردمی، رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان زینه به زینه پیشرفت ایستاده است، این اقتصاد و اداره سیاحی میباشد که در فاکولته مالیوی اقتصادی وجود دارد و ختم کنندگان اختصاص میتونند که در مهمانخانه ها، در همچون گید، همچون نفرانی که راهبلد ها در شرکت های سیاحی کار و فعالیت کرده باشند. چون که سیاحی آینده درخشان در جمهوری تاجیکستان دارد. بله ما به واسطه میدونیم که امروز با دستگیری حکومت کشور پیوسته ساحه سیاحی روز از روز یافته ایستاده است. من با متخصصان صاحب کسب فکر میکنم که ضروریت دارد و این اختصاص در فاکولته مالیوی اقتصادی علاقه طول 15-20 سال از فعالیت میکند و ختم کنندگان ما در ساحه های مختلفی اقتصادی خواجگی خلق مملکت کار فعالیت کرده ایستادند. و اختصاصی دیگری که در فاکولته مالیوی اقتصادی است این منیجمنت مالیوی است که در این سمت ما منیجران یعنی اداره کنندگان نظام مالیه کشور را آماده میکنیم. اینها هم در بلاک‌های اقتصادی، وزارت مالیه، بانک‌ها، بانک ملی تاجیکستان، وزارت رشد اقتصاد و سودا کار و فعالیت میکنند و اینها همچون نفران اداره کننده روندهای مالیوی، جریان‌های مالیوی و پیشبرنده فعالیت بازار مالیوی به حساب میروند که امروز چطور تحلیل ها نشان داده‌اند جمهوری تاجیکستان بر رشد بی‌واسطه بازار مالیه، مخصوصا بازار خواست‌های قیمتناک، بازار اسعار، بازار سرمایه نیاز دارد و ما امروز کوشش کرده ایستادیم که در دایره همین اختصاص‌های مربوط فاکولته متخصصان را در 3 زینه بکالور، ماجستر و دکترانت پی اچ دی آماده کنیم و برای پیشرفت اقتصادیات مملکت سهمگذار باشیم. خیلی خوب است. اکنون که طبیعی است که ما وقتی که میگیم در مؤسسات زیادی عالی کشور متخصصان روی اقتصادی، سمت اقتصادی تیار کرده میشن. از جمله در دانشگاه ملی تاجیکستان 3 فاکولته اقتصادی است. بله. و طبیعی است که سطح زمینه‌های مادی، تکنیکی و علمی و آموزگاری این فاکولته ها در یک سطح قرار ندارند. بله. اگر به شما امکان دهند که در همین تعریف فاکولته خودتون در سمت تامینات تکنولوژی معاصر، صنفخانه‌های معاصر چی گفته میتوانید؟ ما گفتن امانت که ما فاکولته مالیوی اقتصادی تمام صنفخانه‌ها، تمام اودیتوری‌ها با تکنولوژی معاصر مجهز گردانده شده است و کلی صنفخانه‌ها با دستگاه الکترونی تامین است و درس‌ها پوره از روی نظام الکترونی برگزار کرده میشن. و خصوصیت دیگری فرق کننده فاکولته مالیوی اقتصادی در آن است که ما در فاکولته یک بانک تعلیمی داریم که برای دانشجویان اختصاصهای کاری بانکی، مالیه و قرض پیش بینی کرده است و با دستگیری به واسطه بانک دولتی امانت بانک تأسیس یافت و این بانک تعلیمی برای دانشجویان شرایطی را مهیا میکند که آنها دانش‌های عملی خود را، دانش‌های نظریوی خود را با عملی پیوند کنند. در آنجا برنامه‌های مخصوصی که بانک‌های تجارتی امروز کار و فعالیت میکنند نسخه آن نصب کرده شده است و دانشجویان میتونند که به واسطه در آن بعضی عملیات‌های بانکی را اجرا کنند. این یک است. دومش در فاکولته مالیوی اقتصادی آزمایشگاه گمرکی عمل میکند که این هم به واسطه با دستگیری خدمات گمرک تشکیل کرده شد و این برای در روند درس ها نشان دادن تجهیزات های گمرکی، انتقال دادن مال و محصولات ها، آزمایش گذراندن مال های وارداتی و صادراتی در روند درس ها امکانیت فراخ را فراهم آورده است. اینچنین ما لابراتوری مالیوی داریم که از جانب بانک ملی تاجیکستان تأسیس داده شده است در فاکولته مالیوی اقتصادی و همچون بعضی یعنی پایه اساسی گذراندن کارهای لابراتوری در اختصاصهای مربوط فاکولته مخصوصا اختصاص مالیه و قرض، اختصاص کاری بانکی، اختصاص انداز و اندازبندی ضرور شمرده می شود. گذشته از این در
факултети молиявии иқтисодӣ 6 марказҳои машваратӣ вуҷуд доранд ки ҳар як кафедра дар назди худ як маркази машваратӣ дорад ки дар он ҷо мо метавонем ки ҳангоми дарсҳои амалӣ нафарое ки зарурият доранд ба масъалаҳои андозбандӣ, ба масъалаҳои бонкдорӣ, ба масъалаҳои молия, ба масъалаҳои гумрук, ба масъалаҳои иқтисоди ҷаҳонӣ, сармоягузорӣ мушкилот доранд, мо метавонем ки ба онҳо маслиҳат пешниҳод кунем ва дар ин марказҳои машваратӣ корҳои лабораторӣ ба анҷом расонида мешаванд. خیلی خوب است. فاکولته مالی و اقتصادی دانشگاه تجربه آموزی دانشجویان خود را در کدام مؤسسه تشکیل میکنند یا تشکیل کرده میتوانند؟ البته تجربه آموزی یکی از جنبه‌های مهم در روند تعلیم به حساب میرود و امروز ما فاکولته مالیوی اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان با تمام مؤسسه ها با تمام کارخانه‌های بخش اقتصادی همکاری دارد. مخصوصا شرطنامه ها با بانک ملی تاجیکستان، شرطنامه ها با زیاده از 10 بانک تجارتی، شرطنامه ها با زیاده از 20 تشکیلات امنیتی قرضی خرد در حدود جمهوری بسته شدند. این چنین شرطنامه ها هستند با وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، با وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان، با خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، با کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ما شرطنامه ها داریم که دانشجویان در کرسی 2 و در کرسی 3 میتونن که تجربه آموزی خود را در این مؤسسه ها گذرانند. خیلی خوب است. اگر شما مراجعت کردنی باشید به داوطلبان به اونا چی توصیه ها میدادید؟ باید قید کرد که اگر داوطلبان خواهند که در آینده برای پیشرفت اقتصادی ملی، برای پیشرفت نظام بانکی جمهوری تاجیکستان، برای پیشرفت بازار مالیات در جمهوری تاجیکستان سهمگذار باشند، در آینده مالیاتچی خوب شوند، در آینده بانکری خوب شوند، مرحمت به فاکولته مالیوی اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان. ما هم از داوطلبان دعوت به عمل می‌آوریم که هنگام انتخاب اختصاص‌های روی اقتصادی فاکولته مالیوی و اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان را انتخاب کنند، زیرا در این فاکولته برای متخصصی به طلبات روز جوابگو تیار شدن همه امکانیت ها و شرایط ها مهیا هستند. با همین برنامه نوبتی ما به انجام میرسد. شاد و ممنون باشید. انتخاب درست بارگاه علم و معرفت کفیل آینده نیک و با سعادت. انتخاب من دانشگاه ملی تاجیکستان.